در کنار آموزش‌های کمک‌های اولیه، امداد و نجات، آموزش‌های طرح دوام محله، داوطلب واکنش اضطراری محله، آموزش سگ‌های جستجوگر و زنده‌یابم با هماهنگی همکاران هلال احمر شمیرانات و یکی دو نفر از همکاران دامپزشک این آموزش‌ها رو در سطح شهروندان به صورت داوطلبانه و رایگان در فضای پایگاه داریم انجام میدیم. آموزش‌ها از 3 بخش بیسیک و نمایشی و تخصصی انجام میشه که الان بچه‌ها کارهای بیسیکشون رو گذروندن و وارد مرحله بعدی که کار نمایشی شدن و در آینده انشالله که فکر می‌کنم تا 2 ماه آینده وارد بحث زنده یابی میشن که انشالله ما 10 تا مربی خوب با سگ‌های نژاد خوب وارد کشور بشن که بتونن این امر رو اجرا کنن. سگ‌هایی که اینجا هستن چه مدت طول می‌کشه تا بتونن کاری داشته باشن توی وقایعی که اتفاق میفته؟ کلاً 50 جلسه زمان بر هستش، 50 جلسه طول میکشه این کار انجام بشه که هر جلسه هم 2 ساعت هست و اینجا رفع ایراد میشه و درس بعدی رو تحویل میشه. فرمان بشین شروع کن. عقب گرد. تصمیم تا 3 قدم شروع کن. بازیه برای سگا، یعنی اینا خودشون نمیدونن که یه کار خیلی مهمو دارن انجام میدن. یه بازیه که فکر میکنم اون کسی که اون زیر هستش اسباب بازیشون دست اونه و اون به محضی که میرسن اونجا پارس میکنن که اسباب بازیشون رو میخوان که اسباب بازی تو جیب مربیه و مربی اسباب بازی رو بهش میده تا بتونن اون نفر از زیر خاک در بیارن. ما این آموزش‌ها رو داریم پیش می‌گیریم در خصوص سگ‌های جستجوگر. به حضورتون عرض کنم که دوره 7می هستش که این آموزش‌ها در محل پایگاه داره انجام میشه. استنباط ما این هستش که با توجه به پتانسیل خطر زلزله در سطح شهر تهران و وجود گسله‌های فعال در شمال و شهر ری می‌طلبه که این آموزش‌ها رو ما انجام بدیم که در زمان بروز بحران داوطلبانی که آموزش دیدن بتونن کمکی رو به شهروندان و افراد آسیب دیده در زیر آوار